یکی از بخش‌های مهم فرهنگ هر خلق و ملت این عرف و عادت و عنعنه‌های ملی آنها میباشد. خب طبیعی است که مردم تاجیک یکی از ریشه‌های اساسی مردم آریای تبار در دایره عرف و عادت و عنعنه‌های خلقی خود در سرتاسر جهان الکی معرفی گشته است. وقتی شهروند دل خو خلق ملت‌ها وارد این یا اون کشور دیگر می‌گردد، باید که ارزش‌گذاری کند به همین ارزش‌های ملی. و یکی از همون ریشه های ارزش های ملی برای هر خلق ملت ما گفتیم همون عرف و عادت و عنعنه های ملی است. خب یکی از سمت های اساسی عرف و عادت و عنعنه های مردم تاجیک این پیش از همه مهمان نوازی مردم تاجیک است. ما باید ارزش ها و عنعنه عرف و عادت و مراسم های خود را حفظ کرده توانیم. خیلی قوانین هست که مثل قانونی که در مورد کودکان زیر 18 سال دارن که اینا نباید مسجد برن. دیگه در مورد نوع پوشش، آزادی پوشش دارن و ما هم باید به همون قانون یعنی احترام بانیم. یک تعداد ممکن حجاب نداشته باشن و من که با حجاب هستم نمیتونم در مورد از او بگویم چرا تو حجاب نمیکنی یا چرا رومال نمیپوشی. این چیزایی هست که ما نباید در او زیاد دخل تصرف کنیم. دانستن قانون باعث میشه ما زندگی آرامی در تاجیکستان داشته باشیم و به مو خاطر اینمی برنامه ها پیش میره که ما از قانون آگاه شویم.